خدمات مطبوعات سرایوسط تفتیشات ولایت لنینگراد روسیه ویدیوی چوربینی‌های تفتیشاتی با یکی از گمانبرشونده‌ها در قتل بیرحمانه دختر 20 ساله زاده تاجیکستان نشر کرد. در این ثبت یک جوان ظاهراً گمانبر اساسی قدرت‌الله بختیار نشان می‌دهد که چگونه به طرف دختر از تفنگچه تروماتیکی تیر خالی کردند و سپس او را با یک ارماتور تا مردن لطوکوب کردند. طور قبلا خبر دادیم جسد این دختر تاجیک به صورت وحشیانه کشته شده را 5 ماه پیش از یک جنگل در نزدیکی شهر سنت پترزبورگ پیدا کرده بودند. روز 6 مارس در چارچوب تفتیش این پرونده 3 گمانبر اساسی دستگیر شدند. حسن‌الدین بختیار 27 ساله را از جای کارش در یک ساختمان در کوچه کانتمیرو شهر پترزبورگ و پدر 47 ساله وی بختیار را که علاقه شهروندی روسیه داشته است در کوچه پراشسکایا در شهرک کودروو پیدا کردند. اما قدرت‌الله 25 ساله دوست حسن‌الدین که در قتل دختر به او یاردم کرده است در فرودگاه پولکوو وقتی به دست افتاد که میخواست روسیه را ترک کرده در تاجیکستان پناه برد. نشریه چلاف نیوز رو با تکیه به منابع خود خبر داد که بر اساس فرضیه اساسی تفتیشات سبب کشتار دختر رشک شده است. حسن‌الدین فهمید که دوست دخترش با پدر خود حسن‌الدین هم روابط عاشقانه برقرار کرده است، اما این جوان دعوای با پدرش نداشت. گذشته از این یک روز بعد کشتار پدر حسن‌الدین شخصا به مکان کشتار در نزدیکی دهه میاگلوو آمده تا با آنچه که پسرش به او نقل کرد باوری حاصل کند. خبر میدهد نشریه نزدیکان دختر کشته شده خبر دادند که شام 7 سپتامبر سال 2021 از خانهشان در گلگشت پالیکارپو شهر پترزبورگ برآمده با همین بیدرک شد. به اهل خانواده دختر گفته است که باید توفه را از دوگانش بگیرد و بعد چند دقیقه برمیگردد. تحقیق ویدیو کامراهای نظارتی نشان داده است که دختر آن بیگاه با یک ماشین رنگش سفید تمغه‌اش فولکسواگن جت نشسته است. بنا به معلومات تفتیشات روز 8 سپتامبر سال 2021 قدرت‌الله و حسن‌الدین این دختر را به ماشین فولکسواگن جت با یک جنگل در نزدیکی دهه میاگلوو نویه وسیولوژسک برده در زمینه خصومت شخصی به بدن او از پیستولت تروماتیکی 2 تیر خالی کردند و سپس او را با آهن تا مردن کوفتند. میاگلوو در کنار شهرهای مورمانسک در فاصله عمقی 12 کیلومتر از کناره‌های جنوب و شرقی شهر سنت پترزبورگ جایگیر شده است. جسد دختر را با علامت‌های یقینا مرگ مجبوری تنها بعد 2 هفته روز 2 اکتبر سال 2021 پیدا کردند. به پلیس یک ولسپدرون زنگ زده خبر داد که 2 دختر نورز در جنگل جسد را دیده از وی خواستند تا به پلیس خبر دهد. در رابطه با این کشتار با بیرحمی مخصوص پرونده جنایتی آغاز کردند، زیرا تشخیص نشان داد که جوغ پایان دختر شکسته، در گردنش آثار بوغی کردن دیده میشد و چشمانش را کنده گرفته بودند. هنوز معلوم نیست که چشمان دختر را پرنده ها کنده گرفتند یا خود قاتلان، زیرا باور است که گویا پیش از مردن چهره آخرین کسی که انسان میبیند در چشمانش ابدا نقش میبندد.